سانه دوم نویابر تخمینه ساعت 13:00 در کوچه شیروزی در سحن بنای کمپلکس تب و نشر شرق آزاد شخص نامعلوم به ژورنالیست هفته‌نامه اویلا حمله آورده او را با یک ضربه سخت از پای افکند و تلفن موبیلیش را به یغما برد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 5 نوامبر خبر داد که در نتیجه یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی الکی یک روز بعد این جنایت باعث گرم یعنی در گرمایش آشکار و گمان برشونده دستگیر کرده شد. با گمان دست داشتن در حمله به ژورنالیست اویلا شهروند ژگولسکی نیکولای گنادیویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر نورک موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینو کوچه گنجوی دستگیر شده است. گفته می شود که ژگولسکی قبلا 2 مرتبه با ماده‌های 244 دزدی و 237 افباشی به مدت‌های طولانی زندان شده است. بنا به اطلاع میلیسیای پایتخت ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که گمان برشونده این مرتبه نیز با مقصد بارای مفت به دست آوردن مبلغ و دیگر اشیاء ارزشمند به جبر دیده حمله نموده تلفن موبیلیش را که تمغه ردمی A9 می باشد با استفاده زوراوری کشیده گرفته است. در پی بازداشت ژگولسکی این تلفن ربوده شده از وی همچون دلیل شیعی مصادره کرده شده است. فعلا ژگولسکی در حبس پیشکی قرار داشته نسبت به او بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام غارتگری پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این ماده قانون همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. میدیا هولدینگ اویلا به شریف امدنپور تعلق داشته نشریه های تاجیکستان اویلا، سامانه های پرس تیجی و اویلا تیجی و همچنین شرکت تبلیغاتی تهران را میچرخاند. هفته‌نامه اویلا اساساً درباره ماجراهای اویلوی مقاله می نویسد.